بخوان و بدان. روز مرد گفت: وقتی همسرم را انتخاب کردم در نظرم طور بود که گویا خداوند مثلش را نآفریده است. وقتی فاتحه کردم بسیاری را دیدم که مانند او بودند. وقتی ازدواج کردم خیلی ها را از او زیباتر دیدم. پس وقتی که چند سال با هم زندگی کردم دریافتم که تمامی زنها از همسرم زیباتر هستند. شیخ گوش کرد و گفت: آیا میخواهی بدانی که از همه اینها تلختر و ناگوارتر چیست؟ مرد گفت: آره. شیخ گفت: اگر با تمامی زنهای دنیا ازدواج کنی احساس خواهی کرد که سگهای کوچه شما از آنها زیباترند. مرد خندید و پرسید: چرا چنین میگویی؟ شیخ گفت: چون مشکل در زن تو نیست، مشکل در تو است. وقتی انسان قلب و چشمانی طمعکار دارد و از خداوند شرم نداشته باشد، محال است که چشمانش را به جز خاک گور چیز دیگر سیر کند. آیا میخواهی که همسرت دوباره زیباترین زن دنیا گردد؟ مرد گفت: البته میخواهم. آره. شیخ گفت: پس چشمانت را محافظت کن تا که زنت یکی از زیباترین زنهای دنیا گردد.